میگه نمیتونم دارو بخورم، کبدم چربه، باید درمان بشه، باید پاکسازی بشه، ولی اصلا دوست ندارم دارو بخورم، نمیخوام دارو بخورم، اصلا وقتشو ندارم. یه چیزی بگو ساده باشه، من ازش زیاد درست کنم بذارم کنار، مهمونی میرم ببرم بخورم، تو خونه، تو ماشین، سر کار، دم دست باشه دیگه. کلا ببین از این چیزی که میخوام بهت بگم دیگه ساده تر وجود نداره. اینو استفاده نکنی دیگه خودت تنبلی. آب ولرمو بیار، یه خورده خاک شیر توش بریز، یه مقدارم آب لیمو، یه کوچولو هم عسل بریز. زیاد نزنا، اگه حرارت کبدت بالاست اذیتت میکنه. اگرم دلت خواست اذیت نشدی، عرق کاستی هم یه خورده بهش اضافه. به جای آب بخور، در طول روز بخور، خوشمزه است دیگه. به جای آب میوه خوراکی هم بخور. کبدتو پاکسازی میکنه، پوستتو روشن‌تر میکنه چند درجه، حس حالت بهتر میشه، احساس سبکی پیدا میکنی، لک‌های پوستیت هم از بین میره. دیگه از این بهتر چی میخوای؟ پیج منم داشته باش، نکاتی رو میگم که به درمان کبد چرب میتونه خیلی کمک کنه.